اسم من عبدالله حمید است. من زوده من یور توسون هستم. در آمدگاه مزار شابران قرار دارم. در نزد چشمه شابران اینجا بایستاده ایم. مزار شابران سالهای پیش سالهای 90 با کمک اهالی قشلاق توسون تعمیر یافت. هر سال توسط همین برنامه‌ای که در دهه توسون عملی گردید تعمیر کپیتالی یافت و همه چیزهایی که از طرف همین برنامه بودند در همین مزار شابران صرف شدند و عذر تماما سیمای دیگر گرفته است. عموما از تاریخ و از گفته‌های همون پیران معلوم میشد که شابران یک نهر کلان در دهه شنبده ناحیه شمشون ساخته است. یک نهر کلان خود در همین توسونی که ما در اینجا مسکنت داریم و سکونت داریم ساخته است. یک کانال دیگر نهر کلان دیگر در دهه براج ناحیه روشخلا و جماعت میسید میشکر ساخته است. یعنی از تاریخ و از تحلیل معلوم میشد که این یک خیلی آدم باسواد بوده است که همین خیلی کارا را انجام داده است. خب مزار این شخص بزرگ یعنی شابران در دهه توسون جماعت توسون ناحیه روشخلا جایگیر است. از شهر خودرو در مسافه 22 کیلومتر، از مرکز ناحیه نیست و همین مزار 20 کیلومتر جایگیر است. مهمانان می توانند بیایند به این دهه 23 سال به زیارت شابران ولی. این تاریخ گرانبها دارد. می توانند با ساکنان قشلاق واخوری کنند. از تاریخشان باز بیشتر و خوبتر و روشنتر آگاه میشوند. در دهه توسون توسط این برنامه خیلی که ما در باره مزار شابران گفتم با این برنامه تعمیر یافت و باز در اینجا میمانخانه است. می توانند بیایند برای تو 16 کس جای نشست دارد، جای خوب دارد. بی یگان مانعه می توانند بیایند اینجا به زیارت مزار شابران. جیوان برای لباس و столчао доданд, 6 дона стул доданду, рахти хоб 16 дона рахти хоб доданду, холодильник доданду, термекс доданду, машинаи ҷумшӯӣ. ин тафдоне ки дар дасти ман аст шумо дида истодаед, ин тафдон бо технологияи олмонӣ сохта истодаем. ин тафдонҳоро мо асосан барои мардуми кӯҳистон дар қишлоқҷоҳо ки зиндагӣ мекунанд ҳамин тафдонҳоро соз карда метиҳем, чунки ино бисёр қулай ҳастанд. ино якум ҳамин ки ино резума бисёр кам масраф мекунанд, кам масраф ҳастанд. 1 2 3 4 функсия иҷро мекунанд. гармӣ метиҳанд, авқот мепазанд, бо нон мепазиянд, духовка дорад, бо як самовар дигар ки дар болоаш сохта истодаем, ин оба гарм мекунад. об барои шустани дасту рӯ қулай аст, чунки ин об барои хӯрдан намешавад. ин тафдон бисёр қулай барои ҳамин мардуми кӯҳистон мебошад. бо ана як тафдони дигаре ки мо ҳозир сохта истодаем барои мардуми мо, инам бисёр камасраф аст. ана дарунаш да дигар чихела аст. иҷода ягон изолятсия мекунем, ягон карамзид мемонем. баъд вақте ки резу мемонем ва ҳамон алов фақат таи дег мебурад, тамом. ай паҳлӯ ҳамин тафдон хунук мешавад. ин камасраф аст. ана ин асбобе ки дар дасти ман дида истодаед, ин бели аҷоиб номаш аст ё чӯдалапата мегӯянд. бо ин бели аҷоиб ҳамин полезора тез суст мекунанд. таҷҳизоти дигаре ки сохта истодаем, ин картошкашинонак номаш аст. бо инам як одам, фақат як одам метавонад картошкаро мешинонад. ин ана ҷӯяк мезанад, ҳамин полезора ҷӯяк мезанад. ана хел мо ина ҳама чӣ кардем, макето кардем. ман олуча оқулбеков, устои оҳангар аз ноҳияи рошқала, деҳоти ҷамоати тусён, диҳаи зигур. дар ҳамин корхонаи оҳангарӣ аз соли 90 сар карда, баъди падарам ба ин кор машғул шудам, ба ин кори оҳангарӣ машғул шудам ва мо ҳамин касби оҳангарӣ аз мо, аз бобом мерос монд. ин авлоди аз мо аст. мо барои мардумони вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҳамаи ҳамон таҷҳизотое ки барои хоҷагии қишлоқ дар кор мешаванд, мо доимо тайёр карда метиҳем. ман 1 2 3 шогирд дорам.
برای همین که اونها را آموخت کردم همین کس بین نرود و همون تجهیزاتی که در قدیمه در بابای ما ساختن ما اونها را احیا میکنیم چون که همین نسل آینده ما اونها فراموش نکند. طبق برنامه رشد اقتصادیات دیهات برای من همین تجهیزات را دسترس کردم و به نزدیکی من همه این تجهیزات را در همین کارخانه هنگری خود به استفاده میدادم. حکومت جمهوری تاجیکستان و بانک عمومی جهانی میرسانم که چنین غمخواری در حق همین خیل هنرمندان میکنند و ما کوشش میکنیم که برای خلق خودمان خدمت کنیم. من قدم و مهرافروز ساکن ناحیه روشقلای ولایت مختار کوهستانی بدخشان میباشم. 2 سال پیش ما تصمیم گرفتیم که در ناحیه روشقلا مهمانخانه یا بلحجه انگلیسی بگیم هوم‌استی کشاییم و چنین هم کردیم. امروزها ساحه سیاحی یکی از سمت‌های افضلیت‌ناک رشد اقتصادیات سیاره هم گوییم خطا نمیکنیم به شمار می رود و تاجیکستان همچون یکی از موضع‌های زیباترین و بهترین ساحه سیاحی به حساب می رود. از فرصت مناسب استفاده برده من منتداری خویش را به حکومت جمهوری تاجیکستان به لایحه رشد اقتصادیات دیهات می رسانم که دستگیری به واسطه آنها در رشد ساحه سیاحی در ولایت خیلی مهم و خیلی گران است و ما همچون کارمندانش ساحه سیاحی کوشش به خرج میدیم که در آینده ساحه سیاحی را یکی از ساحه‌های افضلیت‌ناک کشور براه مانیم. من انمشوی زویرت انا از ناحیه روشقلا قشلوق مدین شهر جماعت میسید میشکر تا چند سال است که کمی قد سر کار دارم. قطعی زنم من از سالو قریب 10 سال شده است که من تجربه کاری دارم. همین کارو در مشغول هستم. این کسب پدرم میراث مانده. پدرم همین پوست و پشم قد کار میکرد و بعد وای ما همین کار رو دوام دادیم. بعد در نویا آزمون اعلان کردم. من در آزمون برای امان که ما رو امان دستگیری میکنن من امان آزمون گذاشتم و ما رو دستگیری کردن. حالا این دایره های بدخشانی از پوست گوز تیار میکنه. بزرگوار حافظ شیرازی گفته است که اگر غم رساند گزند شنیدنی دف باد سود من. برای به خانواده هر کس خرسندی میبیارد این دایره های. من ساکنی ناحیه روشقلا غریب شوی شیرین شو همچون صاحب کار همین طرف خونه رو همین سال با دستگیری پروگرام رشد اقتصاد دیهات پر را به کار درآوردیم. اگر من بعدم دستگیری ما را کنند ما مقصد داریم که یک تا سیخ قنادی را در بیرون همین طرف خونه تشکیل کنیم. در اونجا هم جای کاری و هم آدما میتونن که هم کلچه و همه چیزای کندیتی را تیار کنند. این آشپزخانه برای طرفخانه است. همه همین تجهیزات ها رو ما با واسطه پروگرام رشد اقتصاد دیهات دسترس کردیم. اینجا اسباب انجام است که این کار ما را قریب 90% زیادتر آسان کرد برای گذراندن توی‌های عروسی، بزم‌های عروسی. من برای وسطبرگ یک صاحب کار ناحیه روشقلا طریق برنامه رشد اقتصادیات دیهات به ما خیلی یاردم کلان رساندن. در آشخانه ما میز و کرسی، تجهیزات الکترونی همه چیز رو به ما مهیا کردند. مشتریان ما خیلی معقول میبینند وقتی چیز استراحت میکنن در اینجا خیلی خرسندن که ما شرایط به آنها مهیا کردیم. توریست ها میبینند به قریبی ها از امریکا 2 توریست آمده بودن به آنها خیلی معقول شد جای. اصلا ما خوراک های ملی میپزیم اما سیاحان اگر فرمایند خوراک های اروپایی میتوانیم به آنها هم پیشنهاد کنیم.
солнечная батарея обеспечивает полностью нашу гостиницу. Получили в рамках проекта. Hi, I'm Mia. I'm from Malaysia. This is actually my second time in Tajikistan. Last year, I was go to Fan Mountain and Dusanbe. This time, I go through from Kuma Pass, and then I really want to see the beauty of the palm mill and the beauty of the Wakhan Valley. So, oh, gorgeous. You know, Wakhan Valley and palm mill is such beautiful, beautiful places. The huge mountain, the green, the water river, the nice Tajik people. They're really, really helpful, and I really, really enjoyed it in traveling in Tajikistan. Thank you very much. Little about Dushanbe city. Dushanbe is something very interesting. I always encourage everyone come to Dushanbe. The building, the architecture is something you can't find it in other places in the world. The color, as I know that Dushanbe is a Monday market, but then how can a Monday market make it into such a big city? It must be put a lot of effort, a nice color. By the way, nice people, and also a very nice market. I think they got a spice market or something like that. Everyone, you're welcome to Tajikistan. I really, really enjoy traveling in Tajikistan. That's why I'm coming for second time. من اما آهنگساز رشد اقتصادیات دیهات در بدخشان نام من معینه داد خدایبا. عضو ما در نوع شغنون در جماعت وانقلا دیهات جیلاندی برگرنده ما لالبیکوف دولت الله. اوجتای پیشنهاد کردیم سال 2022 برای تجهیزات مبلغ جدا کردن نوشتگی بودیم. خیلی اما سال ما چی کردگی بودیم کار سر کردیم کاربری کردیم. سال 2023 ماه ینور بود فوریه اما تجهیزات از روی اما طلباتی که ما نوقت شرطنامه بستگی بودیم آوردیم همشه. از اون جمله اینا یخدانای کلان یخدانای میده هر یک خانه ده کت خواب کنی مدرس میگن و واش آوردیم برای نامپزی چه آوردیم دخوفکه برای خلدیل کامرا بود مینی کامرا امیوالنیک آوردیم انا بعد نو تست میشالک آوردیم مچنو استول برای ریزه کردن گوشت تجهیزات برای شستن کوسا پوسا این موضوع خیلی ما سوشگاه ساختیم اینجا برای طبابت میبیون اساسا اینجا طبابت برای بغم درد استخوان درد اینا خنوکی برآوردگی اینا کسلی زنانه مردانه از روی همون پیش تجربه کردگی دکترها همون برای مزاجون پیشنهاد میکنیم اساسا همینجا خیلی خرجا بسیار میبیون آدمای محلی خودمان هم بسیار میبیون امروز قریب 25 کس ولسیپدرانه اومدن این همینجا شب دم میگیرن سری با راشون دوام میدن طرفای مرغاب میرند و میخیل قرقیزستان میرن اساجگاه ما در شورای خاروخ مرغاب قلمه جوگیر است. My name is Evert Nijhoff. I'm from the Netherlands and we're on a trip here cycling from Dushanbe to Osh in Kyrgyzstan. Today the sanitary was a very pleasant surprise. I thought personally that we had to stay in tents outside
And but yeah. But you saw that the equipment is new and the fridge and all exactly. Kind of Yeah, things. no, this was much more than we expected here. Okay, good, Yeah. good. Well, it's beautiful here, and Thank you. that is why we're on this trip. Okay. It's a bit hot, much hotter than we had expected. In the day, yeah. Yeah, during the day. My name is Astrid Lansink and I come from the Netherlands. It's a very nice trip. I like it here. Yes, it's very nice. It was hot. I take a cold shower, then I will go back in this But in the you know spring. that it is very good for healthy Yes. and for the body. Yeah, soft skin. At first time we thought it was very hot. Yeah. But we did When slowly. you come inside. Yeah. But slowly it's getting very nice. So. But you know it is very good for healthy. Yeah, you can. You use it. Yeah. You understood. It's like very soft. It's very soft. Yeah. Okay, perfect. And then we're going in and going to a very cold shower. Okay, but don't stay too much long. there because the blood pressure will come high. Oh yeah. Okay, Yeah. But how you like it? Oh, beautiful. Yeah, it's a beautiful trip and beautiful people and yeah, just loving it. Perfect. Yes. Yeah, welcome. This trip is just for a lot of people like a dream or something. Oh, I want to do this. Okay. And this now it's my time to do this trip with so many nice people. من معینه داد خدای و اماهنگساز لایحه رشد اقتصادیات دیهات در بدخشان است. امروز ما در ناحیه شغنان در جماعت جیلاندی قرار داریم. طبق لایحه رشد اقتصادیات دیهات در جماعت جیلاندی دو تا لایحه تجهیزانیده کرده شده لکه. اینچنین دو تا زیر لایحه دیگر در همین جماعت وانقلا جایگیر هستند. الکی از طرف لایحه رشد اقتصادیات دیهات گرانت خود را دسترس کردند. پیشتر این خیلی شرایط در این استراحتگاه نبودند. وقتی که سیاحان می آمدند و یا مثلا خیلی که دین من قطعی خارجی و خوردیم و همونجا گپ زدیم گفتن که باوری نداشتیم که در مابین همین کوه همین خیلی شرایط است و در هر یک اجره همین خیلی شرایطی هم خلدی دارد و هم همون شرایطی که ما برای سیاحان تیار کردگیم همین خیلی تازه و آزاده است. من کورونبک اتابکویچ زاده قشلاق گرمچشمه نویه اشکاشی می باشم. در سال جاری از طرف برنامه رشد اقتصادیات دیهات کمک عملی رسانده شد و امکانیت پیدا شد که این مهمانخانه با تجهیزات ضروری تجهیزانده شد و بسیار امکانیت ها شرایط های کار خوب برام مانده شد و آدمانی که از جمهوری و از بیرون از جمهوری اینجا می بیایند و برای طبابت و دمگیری استراحت میکنن شفا می بخشد چشمه امکانیت ها زیاد پیدا شد و آنها خودشان در این مهمانخانه که
از طرف لایه رشد اقتصاد مبلغ گذاری کرده شد خودشون به راحت حس میکنن. چون که پیش از این من آشخانه نداشتم، آشخانه داشتم ولیکن تجهیزات در راه یگان چی نبود. این با امکانیت بگویم که برنامه‌ای که گذشت از طرف لایه رشد اقتصاد دیهات به من مبلغ گذاری شد، امکانیت شد که من آشخانه را تجهیزانده کنم. به من یخچال گرفتم، به من ستال و ستول تجهیزانده شد. باز بگویم که کانسنر، بگویم که جاروب برقی، بگویم که باز ماشین جامه‌شویی، بگویم که برای تشنابا همه چیزهای ضروری که ما خرسندیم که از طرف این برنامه که کمک شد ما مجازان توانستیم اما بگویم که مهمانخانه خود را پیشکش کنیم، آنها خودشان را علاقه براحت حس میکنند. شودیف دلشاد از شهر دوشنبه پگودای پومی را بیان گفتم. ما پگودای اینجا را نبارود فکر میکردیم که گرمی بده، اینجا نبارود بوده، فکر سالتین رنگ پگودای اروپا و روسیه بوده به نظر ما. من ساکن جماعت دیهای سوچان نوع شغنان. قطعی پسرم من تجهیزات از بانک رشد جهانی با ما یاردم کردگن. قطعی پسرم کارو پیش میبریم. با تشکیلات و مقامات که ما رو دستگیری کردن منتداری خود رو بیان میکنیم. من شامیر و گلبگیم از ناحیه شغنان. من حاضر یک هنرمند هستم که به همین هنرمندی من اولو آموزگار بودم و بعد به هنرمندی شغل ورزیدم، چون که مادرم دوزنده بود و از وقت کسب دوزندگی رو گرفتم تا حال کار کرده ایستادم. اولا هم گفته بودم که با مادرم و یا دوزنده بودند، بافنده بودند، همین همه هنرهای مردمی رو داشتند، به همه هنرها و یا کار داشتن. و منم از وی آموختم همین کسب دوزندگی و بافندگی و با موینه کار کردن و همین چیزا رو من از مادرم به خود یاد گرفتم. بعد با دوزندگی و بافندگی و همین کارها رو کردم و در بسیار جاها من شغل ورزیدم، در بسیار جاها اشتراک کردم، در نمایش بین المللی در شهر کلوب اشتراک کردیم. در آنجا باز در دوشنبه بود. ما همه چیزهای تیار کرده خودمان را در مغازه و میمانیم که سیاح‌ها وقتی که به بدخشان میآیند به همین چیزها بسیار ذوق دارن و یا هنرهای ما را بسیار هم به ویا معقول است. هم چیزهای دوختگی همون، چیزهای قدیمه بافتگی همون. من شیخ منصور شیرینشو ساکن دهه و مر نوهای روشان. از سال 1986 من با زنبورپرانی مشغول هستم. حاضر دارای 63 آوله زنبور اصل دارم. من 63 عدد زنبور اصل. از هر یک آوله قریب 10 کیلوی اصل میگیرم. طبق لایه پرسون انا با ما جدا کردن کار کرده اصل مشغول هستیم. انا اصل با زازات در بانک ها خالی میکنیم و کار ما طبق همین لایه پیش رفته است. من ساکن ناحیه روشان ولایت مختار کوهستان و بدخشان سلطانبیگ و جنوبیگ می باشم. در دوره همین لایه ما تجهیزات زنبور اصل برای کارکرد اصل تجهیزات را گرفتیم. رحمت به همون سرمایه‌گذاران که کار ما رو خیلی آسان کردن. اون نصیب باشد امسال اصل میگیریم و اصل به فروش میبریم.
من غلامشوی و قابلمو ساکن ناحیه روشن مهمانخانه حولگی در وقتش از حساب گرانت پرزیدنتی صاحب مهمانخانه حولگی شدم و این سال باز از طرف برنامه رشد دیهات صاحب گرانت باز شدم و در بهتر کردن شرایط بهتر کردن خدمت رسانی در همه مهمانخانه بسیار اسباب‌های برق دهنده اسباب‌هایی که برای پختن خوراک برای گرم کنی خانه و خیلی منادور از اونم که از حساب بهتر خیلی بهتر شدن شرایط خدمت رسانی شماره میمونا هم زیاد شدن و امروز از خود امریکا و کانادا امان شخصانی که با ولسپد سیاحت میکنن به همین خود میمونخانه داخل شدن. Hey everyone, I'm Gigi. I am from Italy and I am traveling through Tajikistan with my bicycle. And I came up to Rushan, to this very beautiful place in this guest house. And I was warmly welcomed by the lady here who provided for me a very nice bed to sleep in. And yes, it's just surrounded by nature here. I had the possibility to get my laundry set and to get a really nice shower, and everything is super cozy. The food as well is very fresh and very tasty. And I'm just really happy to be here. Yes, I am from Torino. This is in northern Italy, northwest part. And I come from the mountains as well. So for me, it was very beautiful to see here the mountains that you have, which are really different from the mountains I do have at home, as here they are very rocky and it seems more wild. Meanwhile, the mountains around Torino are very green and there's a lot of water going on there, here as well. And this is really interesting to see the kind of combination of these two mountains from the place where I was born and the place I'm visiting. And I have to say that I have never felt such a welcoming country as Tajikistan, and I am really, really happy to be here. من حسن یعقوب خدایوربکویچ همچون زنبور پرور در ناحیه من فعالیت نموده ایستاده‌ایم. سال 2020 از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان بانک جهانی تشکیلات جمعیتی تاج نورافشان واسه به لایحه مبلغ‌گذاری سبز در به ما دسترس شد. از سال 2020 ما برای خریداری نمودن تجهیزات‌های اولیه زنبور عسل پروری مبلغ‌گذاری کرده شد. ما مبلغ‌گذاری ثمرناک استفاده برده، یعنی خریداری نبودیم تجهیزات‌های اولین درجه‌ای که برای ما در کار بود عین حال استفاده برده ایستاده‌ایم. بر این یک مبلغ‌گذاری در سمت سایه زنبور پروری برای پیشرفت آینده زنبور عسل پروری و ما یعنی کمک شد. ما عین حال در خواجگی زنبوری عسل پروری خود ما زیاده از 30 قوطی اشک زنبور عسل موجود است. بعد به دست آوردن حاصل و تجهیزاتی که به ما دادن
ما میتوانیم که محصولات حاصل خود را به بازار ناحیه یعنی به بازار ولایت صادر نموده محصولات را به فروش مانده بعد به فروش برآوردن فایده به دست آورده را برای خواجگی خود استفاده میبریم. Таджикистане. Приветствую вас в горах Таджикистана. Мы сейчас находимся в Калайхумби. Это ворота на Памир. В Таджикистане очень много мест, очень много красивых мест, которые не уступают многим красивым местам в Турции, в Европе, в Швейцарии. А вообще про Таджикистан раньше говорили, что это маленькая Швейцария. В последние годы очень сильно стал развиваться местный туризм. Очень красивые горы, очень много туристов. В последнее время стали приезжать туристы из многих стран. Они и раньше приезжали, но опять-таки в силу некоторых причин поток их чуть уменьшился, сейчас увеличился. Сейчас очень много туристов. Сейчас мы направляемся на Памир. Я никогда еще не была на Памире, мой муж был на Памире несколько раз, и он мне решил показать это красивейшее место, высокогорное место Памир. Мы проедем через Харок, центр Памира, Мургаб, мы посетим обязательно горячие источники, Гарм-Чашма. Мы сейчас находимся в отеле под названием «Рома». Его хозяин очень гостеприимный, приветливый человек. У нас произошли некоторые поломки с машиной. Он нам очень помог. Он искал мастеров, он искал запчасти. Необходимо отметить, что это очень красивая, очень приятная гостиница. Построена она в очень живописном, красивом месте. Приезжайте, пожалуйста, в эту гостиницу. Здесь очень здорово и очень хорошо. Высококлассный прием этого дома впечатляет своим гостеприимством. Спасибо. شهر خوروغ همچون مرکزی ماموری ولایت مختار کوهستان بدخشان دوامی 2 سال اخیر در زمینه سیاست خیرمندانه اساس‌گذار اصول وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب ولی محترم علی رحمان و حکومت کشور با مرحله نو رشد با مرام اقتصادی و اجتماعی خود وارد گردید و در این دوره سلسله تدبیرها برای پیشرفت و شکوفایی این گوشه پیشتازهای وطن عزیزمان روانه گردید. خوشبختانه دوام 2 سال اخیر زیر هدایت و دستگیری همیشگی پیشوای معظم ملت در زمینه تشریف رهبر دولت سلسله انشاءات‌های حیاتاً مهم اقتصادی و اجتماعی و خواجگی خلق مملکت مورد بارآورداری قرار داده شدند. قابل ذکر است که اگر در 30 سال صاحب استقلالی در شهر خوروغ 21 کارخانه صنعتی فعالیت می‌کردند، دوام 2 سال اخیر باز 22 کارخانه نوی صنعتی مورد استفاده بری قرار داده شدند که در زمینه اینها پیش از همه تأسیس جاهای نوی کاری و مجموع محصولات صنعتی استحصال کرده خود شهر خوروغ رقابت پذیر شد و بزرگی شد و امروز خوشبختانه کارخانه‌ای که دوام 2 سال به فعالیت آغاز کرده شدند و تأسیس داده شدند عین زمان فعالیت کرده ایستادند و از کار نماندند. همزمان در زمینه تجلیل از جشن مقدس 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر خوروغ زیاده از 301 انشاءات حیاتاً مهم خواجگی خلق مملکت مورد بارآورداری قرار داده شده ایستاده است. در این دوره زیاده از 204 انشاءات به استفاده داده شد و در دیگر انشاءات کار با مرام ادامه یافته ایستاده است. در همه سمت‌ها امروز شهر خوروغ رشد دارد و دوام 2 سال اخیر سیمای ظاهری خود شهر خوروغ کلاً تغییر یافت، هم در سمت چراغان‌کنی، هم در سمت تعمیر و از نوسازی کانال‌های ایریگاسیونی، هم در سمت تعمیل آبی آشامیدنی، هم در سمت کارکرد پرتوهای سخت معیشی و دیگر سمت‌های حیاتاً مهم کارهای نظارت عملی شدند. البته در زمینه همکاری متقابلاً سودمند حکومت جمهوری تاجیکستان با تشکیلات‌های بین‌المللی و شریکان رشد ما توانستیم در دوره برنامه
بانک جهانی نیز در شهر خوروغ جدا از 23 لویه‌های کلان خرد رو عملی نماییم که آنها نیز به خاطر دستگیری صاحبکاران به خاطر بهتر نمودن صفت اینفراستراکچور خدمت رسانی به اهالی و دیگر سمت‌ها عملی کرده شد و باوری کامل داریم که محض در زمینه تامین ولایت قانون، ترتیبات جمعیتی و رشد همروزه اقتصادیات شهر خوروغ ما باز به دستاوردهای از این بهتر و خوبتر زیر روبری بیوسته پیشوی معظم ملت خواهیم رسید. This is really a very nice place, especially, you know, it's covered. I mean, like when you are staying here, it's amazing. The staff is very good. And the good thing about this hotel is Lal Hotel. It's about, you know, the culture. It's about the culture, and, you know, like you can stay around in different hotels, but definitely this hotel is one of the hotel which is giving you a true culture of the Tajikistan. And especially for Khoruq, if you go around, I mean, like I've been to cafe, I've been to the sitting area, I've been to the rooms, you will find a different thing here. Especially, you know, the culture touch is there. And I like this sitting area, which is, you know, giving you the information, like the books are there. It's very simple, nice, though the standards are very high. So it's an amazing place. I will encourage everyone to come whenever they are visiting Khoruq, a beautiful city. I will encourage them to come here. I'm from Pakistan and I'm traveling a lot into different countries, but this is an amazing place, Khoruq and Tajikistan. Thank you. My name is Imran Halim, energy expert, and I'm traveling around the globe for the energy projects. Presently, I'm working for some energy evaluation and review of the projects here in Tajikistan, so that's why I'm traveling a lot. من اسماعیل‌زاده تاج‌الدین از ولایت ختلان شهر بختر میباشم. با گروه کاری با ولایت مختار کوهستان بدخشان با فورم بین المللی صاحبکاری پامیر شهر خوروغ پامیر ایندکس 2024 تشریف آوردیم. 3 روز می شود که در این مهمانخانه سریز مهمان هستیم. در همین جا خواب کردیم. بهترین شرایط ها، بهترین خدمت رسانی ها در سطح عالی می باشد. تشکر برابریت این جدمیم سریز که با ما خدمت رسانی نصب کردن. تجهیزات ها همه چیز فعال است، همه کار میکند، یکم کم نیست. این مقصد سنگای طبیعی. با مهمانخانه من بسیارتر کارمندان دولتی و سیاحان بسیار می‌بینم. اساساً امسال سیاحان بسیار آمدند. کشورهای وای، روسیه، از مالداویا، اسپانیا، همه جا می‌بینم. لیکن خیلی خرسندم و باور نمی‌کنم که این کوه ناتورال تاجیکستان خود فخر می‌کنیم برای جناب عالی خودمون، برای روبری دولت. صد تشکر برای دولت تمام که چنین غمخوری و برای صاحبکارا می‌کنه. سال 2013 من با این کار شروع کردم، با کاری مثل ساختمانی شروع کردم. خود جناب عالی این سیخ زندگی و مهمانخانه را کشیده بود. 2014 من اعضای اساسیه زنان دوشنبه در اشتراک کردم. در خود سال 2014 من با چیز می کاری کوکانی جای یکم گرفتم. بعد از من برای من چیزی در روزه پتیوفکه اینچی را دادن، استانبول را دادن برای کار کردن کو. لیکن جناب عالی وقتی همی کشوده شویش نام مرا فرود کوکا ماند. برای کی من برای همی 42 متر کویی که من کن قطعی تراکتور نام مرا فرود کوکا ماند. میگوید همی خیل آدم زن مرد نه زن خود که همی خیل کار میکنه. من خیلی همین کتیات 25,000 سومان
همه این خانه ها را می گرم میکنه. تو کلیدا را 19 تا و بطری را گرم میکنه. با بغیر این 2 تا دیگه پلیتا مرا دادم، 2 تا دیگه ستران ماشین دادم، 5 تا وای ترمیس دادم، 5 تا نتاز دادم، 5 تا دیگه خالدینک دادم. برای لوکس 32 تا استول قیمت با دادم، 10 تا استول دادم، 8 تا دیگه شکاف. صد آفرین، تشکر زیاد برای بانک و جهان که ما را سایت خورا عمیق دستگیری میکند.